چند روز آخر در شبکه‌های اجتماعی نواری می‌چرخد که در آن نفر ظاهراً منصبدار اول به زن امر می‌کند رویمالش را از پس سرش بندد، سپس به زن‌های دیگری سطر پوش می‌گوید اگر می‌خواهید سطر بندید به ایران و عربستان روید. این نوار واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را به بار آورد و مردم هم شخصیت این جنایتکار را می‌پرسیدند. بر رادیوی پیام میسر شد شخصیت او را معین کند. این نفر رئیس محله علاچباف ناحیه فردوسی سابق میسر کمبینات به تخلص شیر جغیل بوده است. او زاده دهه کنگورت ناحیه تیمورملیک است که با وجود نداشتن کمترین سواد اما موافق بودن جغرافیایش رئیس محله تعیین شده است. متاسفانه میسر نشد نام نسب حجتیش را پیدا کنیم. بیشتری مردم او را چون شیر جغیل میشناختند. طبق اطلاع منبع پیام 3-4 روز آخر در محله میسر کمبینات شهر دوشنبه معرکه فهماندهی عاید به سطر و حجاب جریان دارد. در این معرکه ناظران ملیسه، معلمه های مکتب های 17 و 40 اینچنین دختران درمانگاه رقم 11 شهر شرکت دارند. معرکه هر روز از صبح آغاز شده تا عصر ادامه می کند. معلمه و طبیبان به زنها بیگانه بودن ستر و حجاب را فهمانده خواهش می کنند به در سازند. در صورت مقابلت زنها ملیسه وارد کار می شود. نواری هم که از مبارزه شیر جغیل به ستر و حجاب حکایه می کند در درمانگاه رقم 11 شهر دوشنبه ثبت شده است.